فریدا مومنووا هنرپیشه شایسته روسیه و همسر هنرپیشه معروف تئاتر و کینوی توجک سیدو قربانوف روز 31 ینور سال 2024 در سن 67 از عالم چشم پوشید. سالهای آخر فریدا مومنووا با اهل خانواده‌اش در شهر سواستوپل زندگی میکرد. فریدا مومنووا 23 نوامبر سال 1957 در شهرک لسنوی ولایت کیروف روسیه به دنیا آمده است. پدر او ازبک و مادرش روس بودند. فریدا مومنووا سال 1976 آموزشگاه خرگرافی توشکند را ختم کرده. از سال 1977 تا 1979 در انسامبل مشهور رقصی بهار هنرنمایی میکرد. او سپس برای ادامه تحصیل به مسکو رفت. سال 1983 رشته هنرپیشگی یا دانشکده کینماتوگرافیا را در استخوانه هنرپیشه مشهور باریس چیرکوف ختم کرد و برای کار به دوشنبه به تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی فرستاده شد. فریدا مومنووا سال 1986 تا 91 در صحنه تئاتر روسی دوشنبه هنرنمایی کرد و محض در همین جا با هنرپیشه توجک سیدا قربانوف دل بست و با او ازدواج کرد. بعد شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان فریدا مومنووا و سیدا قربانوف نیز ترک تاجیکستان کردند. آنها را در قطار یک گروه بزرگ هنرپیشگان تئاتر به نام مایاکوفسکی کارگردان شناخته والری احادوف با خود به ماگنیتوگورسک برد. احادوف تا سال 1998 سرکارگردان تئاتر دراموی به نام پوشکین شهر ماگنیتوگورسک بود. فریدا مومنووا از اولای سال 90 تا سال 2004 در تئاتر ماگنیتوگورسک هنرنمایی کرد و سال 2006 به مسکو به تئاتر تحت رهبری هنرپیشه شوراتیور ارمن جیگرخانیان پروگرس سцена به کار گذاشت. همسر او سیدا قربانوف از هنرپیشه‌های مشهور کینوی توجک عصر 20 دانسته می شود. سیدا قربانوف 6 یونیو سال 1947 در دهه قلعه لب آب نویه غرب هال و رشت به دنیا آمده. از سال 1965 در کینوستودیوی توجک فیلم به هنرنمایی آغاز کرد. او در دهها فیلم‌های توجک فیلم نقش آفریده است. سیدا قربانوف بعد هجرتش به روسیه در اولهای سالهای 90 همراه همسرش تا سال 2004 در تئاتر ماگنیتوگورسک کار کرد. او در فیلم‌های روسی نیز نقش‌های زیادی آفریده. مثل همسرش سیدا قربانوف نیز سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته روسیه شده است. او از انگشت‌شمار هنرمندان زاده تاجیکستان است که سزاوار این عنوان بلند فرهنگی در روسیه گردیده است.